дар замони бисёр пуртазоде ки моро иҳота кардааст, хушёриву зиракиро аз даст надода, донишҳои замонавиро аз бар карда соҳиб маълумот ва соҳиб иттилоот бошад. мо бояд иттилоотро таҳлил карданро ёд гирем. این سخنرانی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان عبداللهزاده احتم رستم بود که دیروز سنه 8 ینور در ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов ضمن ملاقات با دانشجویان فعال شنیده شد. در ادامه ملاقات احتم رستم دایر به جنبه‌های پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت سخن کرده ذکر نمود که پیام پیشوای ملت پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، علمی و ورزشی را فرا گرفته آن به صفت راهنما در رشد همه‌جانبه جامعه کشور مخصوصا جوانان نقشی مؤثر می‌گذارد. این رسوم بهره فراهم آوردن شرایط‌های زندگی، تحصیل و سلامتی تامین بودن، رشد ورزش، خب شرایط‌های وابسته به امکانات‌های فرهنگی جوانان از جانب دولت و حکومت تطبیق‌های ضروری راه‌اندازی شده است و در دایره عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسیای سیاست دولتی جوانان و استراتژیای سیاست دولتی جوانان، برنامه مجموعی رشد اجتماعی جوان و برنامه دولتی تربیت و وطنپرستی و هویت ملی جوانان عملی گردیده ایستاده است. نامبرده جهت بلند برداشتن صفت تعلیم، تشکیل المپیادهای فنی، علمهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، عمومی‌گردانی ورزش، بلند برداشتن حس وطن دوستی نورسان و جوانان و هوسمند نمودن آنها به کتابخوانی، پیشگیری شامل شوی این قشر جامعه به تشکیلات و سازمانهای تروریستی و اکستریمیستی و غیره ها بیان نظر کرد. در ایام اول دوران صاحب استقلالی ما با جنگ تحمیلی شهروندی روبرو گردیدیم. باید در مدت کوتاه جنگ‌های شدید شهروندی که اکثرا از سال 92 تا 95 96 را در بر می‌گیرد، همین ملتی که بسیار صاحب تمدن، صاحب فرهنگ است، توانست به یک بازیچه دستی خیانتکاران تبدیل یابد. بعداً دانشجویان جهت دستگیری پیوسته جوانان از جانب دولت و حکومت مملکت اظهار سپاس نموده ذکر داشتند که من بعد نیز زیرکی سیاسی را از دست نداده با بلند برداشتن معرفت سیاسی و از خودکنی دانش‌های مؤثر جهت پیشگیری پدیده‌های نامطلوب از قبیل شامل شوی جوانان به تشکیلات و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی تلاش می‌ورزند. در انتها رهبریت دانشگاه از دستاورد و موفقیت‌های علمی و ورزشی دانشجویان حرف زده به عبداللهزاده احتم رستم کتاب‌های تازه‌نشر استادان و عالمان جوان دانشگاه را تقدیم کرد.